الآل نور من سراج محمد والصحب نثر يديه بالأطياب رحماء بينهم ولكن في الوغى. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام علی نبینا محمد و همچنین مادرش در غزوه احد و در غزوه خندق از خود افتخاراتی را به جای گذاشت. و در جلسه قبل درباره ایمانشون، درباره هجرتشان و درباره اخلاص و صداقتی که درباره اسلام داشتند به الله و رسول الله صلی الله علیه و سلم، اون باوری رو که داشتند، در این زمینه من خدمت شما مطالبی رو بیان کردم و عرض کردم که حضرت صفیه رضی الله تعالی عنها عمه رسول الله صلی الله علیه و سلم بود، یعنی این که زبیر ابن عوام که پسر حضرت صفیه رضی الله تعالی عنها بود، پسر عمه رسول الله صلی الله علیه و سلم هست و این اساس خویشاوندی زبیر با رسول الله صلی الله علیه و سلم و حضرت علی است. در این برنامه انشاءالله میپردازیم به بیان نمونه های دیگر از وصلت هایی که در میان آل زبیر و آل علی و اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم انجام گرفته، همان گونه که بزرگان این دو تیره و دو طایفه و نفر اول آل زبیر و آل علی با هم دیگر نسبت هایی را داشتند که علی پسر دایی حضرت زبیر بود و زبیر پسر عمه حضرت علی رضی الله تعالی عنهم اجمعین. به همین گونه این روابط حسنه و بر همین مبنا وصلت هایی در میان این دو خانواده انجام گرفته. یکی از این موارد که در تاریخ ثبت شده، شیعه و سنی بر آن صحه گذاشتند و آن را ثابت می دانند، ازدواجی هست که در میان ام حسن دختر امام حسین ابن علی رضی الله تعالی عنه با عبدالله ابن زبیر صورت گرفت. یعنی این که فرزند زبیر عبدالله ابن زبیر با خانواده حضرت علی رضی الله تعالی عنه وصلتی را انجام داده که نوه حضرت علی را ازدواج کرده. ام حسن دختر امام حسین و حسین هم فرزند علی رضی الله تعالی عنه است. این ازدواج در منابع متعددی ثبت شده و نسابان معروف شیعه هم بر اون صحه گذاشتند و در کتابهایشون این رو نقل کردند. عباس قمی در کتاب منتهی الاعمال جلد 1 صفحه 341 و همچنین مصعب زبیری در کتاب معروفش نسب قریش صفحه 50 این ازدواج را ذکر کردند و آن را پذیرفتند. به طور مثال مصعب زبیری میگوید و کانت ام الحسین عند عبدالله ابن زبیر ابن العوام، ام حسین که دختر حسین ابن علی هست نزد عبدالله ابن زبیر بوده، یعنی همسر عبدالله ابن زبیر بوده که البته در اینجا مصعب زبیری در کتاب خودش نسب قریش به جای اینکه ام الحسن رو ذکر بکند ام الحسین ذکر کرده که در واقع این یک نوع اشتباهی است که از مصعب زبیری صورت گرفته و اسم واقعی و صحیحش همون ام الحسن هست نه ام الحسین. و عبدالله ابن زبیر که داماد حضرت حسین رضی الله تعالی عنه بود، میدونیم که فرزند زبیر هست و زبیر هم فرزند صفیه رضی الله تعالی عنها. عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه از طرف پدر فرزند زبیر هست و از طرف مادر
فرزند اسماء بنت ابی بکر هست. یعنی این که عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه نوه حضرت ابوبکر صدیق و فرزند زبیر ابن عوام رضی الله تعالی عنه است. عبدالله ابن زبیر اولین مولودی بود، اولین نوزادی بود که پس از هجرت مسلمانان از مکه به مدینه به دنیا آمد. یعنی مهاجرانی که هجرت کرده بودند به مدینه منوره و اهل مکه که اکنون مهاجر بودند در مدینه منوره سکونت گزیده بودند، اولین فرزندی که پیدا شد برای مهاجرین و اولین نوزادی که به دنیا آمد حضرت عبدالله بود، فرزند زبیر، عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه. عبدالله ابن زبیر یکی از صغار صحابه هست و یکی از کسانی بود که در ایدهشون، در باورهایشون در کنار حضرت حسین رضی الله تعالی عنه بود و همانند حضرت حسین ابن علی رضی الله تعالی عنه حکم و فرمانروایی یزید رو نپذیرفت و ایشان با حسین ابن علی رضی الله تعالی عنه هم پیمان بودند و با همدیگر عهد و پیمان داشتند که در واقع عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنهما هم پیمان بود با حضرت علی ابن حسین رضی الله تعالی عنه و هر دویشان زیر بار حکم یزید نرفتند و بیعت نکردند با یزید. و این دو بزرگوار همان گونه که در نسب به هم می رسیدند و خویشاوند هم دیگر بودند، در ایمان با هم دیگر بودند، گرایش سیاسیشون و دیدگاهی رو که درباره حکومت بنی امیه و یزید ابن معاویه داشتند هم یکی بود و با هم دیگر در این زمینه هماهنگ بودند. به گونه ای که در تاریخ اسلام قیامی را که عبدالله ابن زبیر داشت امتداد قیام حضرت حسین رضی الله تعالی عنه شمرده می شود و در واقع عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنهما این وارث قیام حسین هست و همون راهی را که حسین آغاز کرده بود عبدالله ابن زبیر همون را ادامه داد و عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه نهایتاً در مکه مکرمه و توسط حجاج ابن یوسف ثقفی به شهادت رسید که در زمان ایشان هم همانند این که در زمان حضرت حسین رضی الله تعالی عنه ایشان با تعدادی از اهل بیتشان در صحرای کربلا به شهادت رسیدند، عبدالله ابن زبیر هم با تعدادی از افراد خانواده اش و همچنین در واقعه حره بسیاری از فرزندان صحابه هم به شهادت رسیدند و توسط حجاج ابن یوسف ثقفی و حکومت بنی امیه همان گونه که اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم در کربلا به شهادت رسیده بودند، اهل بیت زبیر و عبدالله ابن زبیر و بسیاری از طرفدارانش و اهل بیتش هم به شهادت رسیدند. این در واقع یک نوع هماهنگی را میرساند در ایمان و در عمل و در جهاد میبینیم و در قربانی دادن و فداکاری در کنار یکدیگر بودند و همانند یکدیگر در راه الله متعال و به خاطر پیروزی اسلام میبینیم که این افراد قربانی هایی را دادند و خواستند که دین مبین اسلام را به این گونه نصرت و یاری بکنند. و این هم یکی از روابطی هست و وصلت هایی هست که در میان این دو خانواده وجود داشته که ام الحسن دختر حضرت حسین رضی الله تعالی عنه همسر عبدالله ابن زبیر ابن عوام رضی الله تعالی عنه بوده. بعد از یک میان برنامه کوتاه خدمت شما باز خواهم گشت و مطالبی دیگر درباره
ارتباط این دو خانواده با همدیگر را خدمت شما عرض خواهم کرد. من نبودم از قبل. بله. بس الحمدلله، شکر خدا هدایت هم داد. و موعد میشم اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. خود من از یک شیعه بودم که 4-5 ساله که با خوندن قرآن موحد و مسلمان شدم. باور بفرمایید دیگه زیاده نمیتونم بگم. شاید ما 2 طبقه خونه داریم، یعنی 300 نفر پیش خونه اینا. حالا قبلا مثلا عزاداری داشتیم که الان شده کلاس قرآن، همه شد قرآن میخونیم و با تفسیرش میکنم. من خودم قبلا شیعه بودم، یه 2 ماهی که برنامه‌تون رو دیدم الان علی تسنن شدم. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. امروز شما به من فهموندید که باید حقیقت را دریابم و به نام محمد روی آورم. الحمدلله الحمدلله الحمدلله. الوجود له حمدا يبلغنا رضا أبدا. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. پس الله هر که را بخواهد هدایت نماید، سینه اش را برای پذیرش اسلام می گشاید. ثم الصلاة على المختار سيدنا وآله الكرماء وصحبه الزهداء. الحمد لله. آری بینندگان عزیز و ارجمند، قبل از میان برنامه یکی از نمونه های ارتباط و وصلت هایی را که میان آل زبیر و آل علی و اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم انجام گرفته بود خدمت شما معرفی کردم و نمونه دیگر از این وصلت ها را باز هم میبینیم که بسیار زیاد هستند. از این نمونه ها نمونه دیگر این که رقیه دختر حسن ابن علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه همسر عمرو ابن زبیر ابن عوام بوده. یعنی این که همان گونه که عبدالله ابن زبیر داماد اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم بوده و نوه علی ابن ابی طالب را ازدواج کرده بوده، ام الحسن دختر امام حسین را، فرزند دیگر زبیر که عمرو ابن زبیر هست، عمرو ابن زبیر ابن عوام، میبینیم که با رقیه دختر امام حسن فرزند حضرت علی رضی الله تعالی عنه ازدواج کرده و این ازدواج را همان گونه که شیعه نقل کردند اهل سنت هم نقل کردند و شیعه و سنی بر این مطلب اتفاق دارند. آنند عباس قمی در کتاب معروفش منتهی الآمال و همچنین در کتاب عمدة الطالب و نسب قریش که قبلا مطالبی رو در باره این کتابها عرض کرده بودم، در تمامی این کتابها میبینیم که این ازدواج را ثبت کردند و پذیرفتند که رقیه دختر حسن ابن علی همسر عمرو ابن زبیر ابن عوام بوده. یعنی این که 2 نفر از فرزندان زبیر ابن عوام دامادهای حسن و حسین بودند که یکی داماد امام حسین بوده و دیگری داماد امام حسن. و همچنین به همون گونه که این ارتباط ها در زمان نخست وجود داشته، در زمان فرزندان حضرت علی و زبیر رضی الله تعالی عنهما وجود داشته، در مراحل بعدی و در نسل‌های بعدی هم این ازدواجها به صورت وفور در تاریخ اسلام دیده می شود و نسابان و نسب شناسان معروف عرب این موارد را ذکر کردند. و یکی دیگر از این ارتباطات برمیگردد به سکینه دختر امام حسین یا به تعبیر و تلفظ فارسی سکینه دختر
حسین ابن علی رضی الله تعالی عنه که سکینه باز هم همسر یکی دیگر از فرزندان حضرت زبیر بوده که اسمش هست مصعب ابن زبیر. عبدالله ابن زبیر و مصعب ابن زبیر همداماد بودند و هر دو شوهران دو دختر از دختران امام حسین رضی الله تعالی عنه. به این اندازه و تا این حد میبینیم که در میان آل زبیر و آل علی این وصلت ها وجود دارد و این وصلت هایی هست که امتداد داشته در تاریخ اسلام از زمان آبا گرفته و اجدادشان تا زمان فرزندان و نوه هایشان. و این ازدواجی که صورت گرفته در میان سکینه دختر حسین و مصعب بن زبیر ازدواجی هست که در تاریخ ثبت هست. بلازری در این زمینه میگوید که و ولدت الرباب للحسین سکینه بنت الحسین، رباب که همسر حسین بود فرزندی را و دختری را به دنیا آورد برای حسین به نام سکینه بنت الحسین. تزوجها عبدالله ابن الحسن ابن علی که ابتدا عبدالله ابن حسن ابن علی با اون ازدواج کرد و بعد از اندکی مطالبی که بیان می کند می گوید که ثم خلف علیها مصعب ابن الزبیر، و بعد از عبدالله ابن حسن ابن علی شوهر دیگری که با سکینه ازدواج کرد کسی نبود جز مصعب فرزند زبیر و زبیر هم فرزند عوام هست. و جالب اینجا هست که این سکینه دختر امام حسین رضی الله تعالی عنهم اجمعین یکی از افرادی هست که از جانب اهل کوفه مورد ستم قرار گرفته و همیشه این را ذکر میکرد و یادآوری میکرد جریان کربلا را که در زمان حضرت حسین رضی الله تعالی عنه رخ داد و حضرت حسین و 72 نفر از همراهانش و تعدادی از اهل بیت ایشان در این جریان کربلا به شهادت رسیدند. سکینه دختر حضرت حسین رضی الله تعالی عنه به اهل کوفه میگوید لعنکم الله یا اهل الکوفه، ای کوفیان نفرین الله متعال بر شما باد. یتمتمونی صغیرة، در زمانی که من کوچک بودم شما مرا یتیم کردید، پدر مرا کشتید. و ایتمتمونی کبیرة، و اکنون که من بزرگ شدم مرا بیوه کردید. و قتلتم جدی و ابی و عمی و اخوتی و زوجی، شما جد من و پدر من و عموی من و برادران من و شوهر مرا کشتید. این واقعا بزرگترین خیانتی هست که شیعیان کوفه در حق اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم از حضرت علی رضی الله تعالی عنه گرفته حضرت حسن، حضرت حسین و دیگر اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم انجام دادند که هیچگاه تاریخ این را فراموش نخواهد کرد. این مطلب در انساب الاشراف بلازری آمده که سکینه بنت حسین رضی الله تعالی عنها خطاب به اهل کوفه میگوید که شما در کودکی مرا یتیم کردید و در بزرگی مرا بیوه کردید، جد و پدر و عمو و برادران و شوهر مرا کشتید. ابن قتیبه هم میگوید و اما سکینه فتزوجها مصعب بن زبیر فهلك عنها، سکینه یا همون سکینه که دختر حسین هست مصعب بن زبیر با اون ازدواج کرد. این رو در کتاب المعارف صفحه 214 این مطلب رو نقل کرده. پس بنابراین در میان خانواده حضرت علی رضی الله تعالی عنه و زبیر وصلت‌های بسیار زیادی صورت گرفته که این نشان محبت هست، نشان این هست که این دو خانواده همدیگر را کفو یکدیگر و برابر و همشأن یکدیگر می‌دانستند. و در نسل‌های بعدی می‌بینیم که حسین ابن حسن ابن علی باز هم ازدواج کرده با
امینه دختر حمزه که حمزه پسر منذر ابن زبیر بود. ابو نصر بخاری در کتاب معروف خودش سر و سلسله العلویه صفحه 103 میگوید که ولد الحسین ابن الحسن محمدا و علیا و حسنا و فاطمه امهم امینه بنت حمزه ابن المنذر ابن الزبیر. اینی که از وصلت هایی هست که صورت گرفته. و وصلتی دیگر حسین اصغر فرزند علی زین العابدین فرزند امام حسین میبینیم که ازدواج کرده با خالده و خالده دختر حمزه هست و حمزه هم پسر مصعب ابن زبیر رضی الله تعالی عنه. در کتاب نسب قریش آمده است که و ولد الحسن ابن علی ابن الحسین عبدالله و عبیدالله و علیا و امینة الکبرى امهم ام خالد بنت حمزه ابن مصعب ابن زبیر. ازدواج های بسیار دیگری صورت گرفته مانند ملیکه که دختر حسن مثنا هست. حسن مثنا که قبلا بیان کردم فرزند امام حسن مجتبی است. این ازدواج کرده با جعفر فرزند مصعب ابن زبیر که این ازدواج در کتاب نسب قریش زبیری صفحه 53 نقل شده. و همچنین جعفر اکبر فرزند عمر ابن علی و علی زین العابدین ازدواج کرده با فاطمه دختر عروه هم فرزند دیگر حضرت زبیر هست. و این ازدواج در کتاب نسب قریش باز هم صفحه 73 نقل شده. اینها نمونه از ازدواج هایی هست و وصلت هایی هست که در میان آل زبیر و آل علی رضی الله تعالی عنه صورت گرفته و این ازدواج ها در زمانهای متمادی بوده و بسیاری از این ازدواج ها و بسیاری دیگر که من نقل نکردم بعد از حادثه و جنگ جمل صورت گرفته که نشانگر این هست که اختلاف سیاسی و این درگیری هایی که به وجود آمد و این رویارویی که در جنگ جمل صورت گرفت، این جنگ جمل به هیچ عنوان باعث نشد که این دو خانواده از همدیگر فاصله بشوند و روابط خودشان را قطع بکنند، بلکه همچنان این وصلت‌ها در فرزندان و نوه‌هایشان ادامه داشته و این نشان از همدلی و همبستگی و محبتی دارد که در میان این دو خانواده در زمان آبا و اجدادشون و همچنین در زمان فرزندان و نوه‌ها و نتیجه هایشان وجود داشته. تا برنامه دیگر که در خدمت شما خواهم بود، تمامی شما را به الله متعال می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الآل نور من سراج محمد والصحب نثر يديه بالأطياب رحماء بينهم ولكن في الوغى أسد على الباغي كأسد الغاب خير القرون هم وليس كمثلهم عظماء بعد الرسل في الأحقاب رحماء بينهم ولكن في الوغى